سلام، من نگار هستم. خیلی خوش اومدید به کانال من. اینجا فقط راجع به عروسی با هم صحبت میکنیم. امروز میخوایم با هم راجع به یک موضوع کاربردی صحبت کنیم. اونم اینه که چه گردنبندی رو با چه لباس عروسی بپوشیم. بعضی وقتا این انتخاب میتونه لباس عروس شما رو تکمیل کنه یا که کلاً از فرم در بیاره. پس با دقت ما رو دنبال کنید. اول از همه لباس یقه قلبی که این مدل یقه قوس سینه رو خیلی خوشگل نشون میده. بهترین گردنبند براش گردنبندهای چوکر، کوتاه یا آویز کوچیک که نه خیلی شلوغ باشه و نه خیلی بزرگ. تاکید فقط روی یقه باشه. بعدش لباس یقه 7 که این مدل یقه گردنتون رو کشیده تر نشون میده. بهترین انتخاب براش گردنبندهای بلند یا قطره‌ای که خیلی خوشگل میشن. لباسای بعدی لباسای شونه باز که این روزا خیلی پرطرفدارن. بهترین انتخاب گردنبندهای چوکر یا کوچیکه چون شونه ها خودشون زیبایی دارن و اینطوری باعث میشه که تعادل ایجاد بشه و همه نگاه ها روی صورت و گردن بمونه. لباسای یقه قایقی که معمولا بهتر از گردنبندی استفاده نکنید و ساده باشه چون این مدل یقه فرم شونه ها رو خیلی خوشگل نشون میده و الکی با گردنبند شلوغش نکنید. لباسای یقه مربعی که بهترین انتخاب گردنبندهای کوتاه یا متوسط با یه آویز ظریفه که میتونه فوق‌العاده باشه. و در آخرم که لباسای استرپلس یا بدون یقه با دامنه حجیمه که بهتون پیشنهاد میکنم که از هیچ گردنبندی استفاده نکنید. خلاصه اینکه انتخاب یه گردنبند درست میتونه لباس عروس شما رو خیلی شیک و کامل کنه. اشتباهش هم باعث میشه که لباس عروستون کاملا از فرم در بیاد. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی رو براتون بذاریم.